سلام دومین مشت محکم به دهان احمد بصری کذاب را از داخل حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام میزنیم. آقای احمد بصری شما کی هستی؟ میگه من فرزند امام زمان، وصی امام زمان و جانشین امام زمان هستم. از کجا این حرفو میگی؟ میگه شیخ طوسی 1000 سال پیش در کتاب الغیبه این مطلب رو آورده و آخوندا دارن مخفی میکنن، به مردم نمیگن. خب شما شیخ طوسی رو قبول داری؟ بله من قبول دارم. سندش هم کتاب الغیبه‌شه که مدام دست طرفداران من هست. جالبه از چاپ مسجد مقدس جمکران هم استفاده میکنن. کتاب الغیبه شیخ طوسی چاپ مسجد مقدس جمکران، از این استفاده میکنن. خیلی خوب، به همون طرفدارانت بگو یه تورقی بکنن، زحمت بکشن. این مطلب از همون چاپ رو آدرسشو دارید میبینید که 2 جا شیخ طوسی دقیقاً حرف شما رو رد کرده. برادر من، هر کسی که روایتی رو در کتابش آورد به معنی این نیست که قبول داشته باشه. خود شیخ طوسی میگه معلوم و قطعی است که امام زمان فرزند و وصی جانشینی ندارد. خب اگر تو میخوای از شیخ طوسی مطلبی نقل کنی و میگی ما قبول داریم، حرفشو کامل نقل کن. جای دیگه تو کتابش همین شیخ طوسی میگه که ائمه 12 تا واضحه، لا یزیدون ولا ینقصون، نه یک عدد زیاد نه یک عدد کم. میخوای حرفی رو بزنی از عالمی، کامل بزن. شیخ طوسی در کتاب الغیبه صریحاً اعلام میکنه که ادعای تو کذبه و استدلال تو به این روایات کذبه و خود شیخ طوسی این حرف تو رو قبول نداره.